خواهران و برادران گرامی، امروز میخواهم از حقیقت سخن بگویم که از نخستین دم تولد تا واپسین ترین لحظه زندگی با ما همراه است. حقیقتی که نام آن زندگی است. زندگی هدیه الهی و فرصت بی همتاست. هر لحظه اش امانت است در دستان ما و هر نفسش آیت از رحمت پروردگار. هر روز یک منزل تازه است و هر تجربه چراغ برای ادامه این مسیر. در این مسیر گاهی آفتاب درخشان بر ما میتابد و گاهی هم ابرهای سیاه و تار بر ما میبارد، اما هر آن که روحش بیدار است هم در تاریکی و هم در روشنایی درس میگیرد و ادامه میدهد. زندگی صحنه آزمون است، میدان بزرگ مبارزه میان ضعف و قدرت، امید و ناامیدی، سکون و حرکت. پس هر آن که میخواهد که در این میدان بزرگ مبارزه پیروز گردد، باید به جای سکون حرکت، به جای تسلیم شدن استقامت و به جای گله و شکایت شکرگزاری را برگزیند. زندگی آینه است که هر آنچه را که ما به دل داریم را به ما باز میگرداند. اگر دلهای ما را با کینه، حسادت و نفرت آلوده بسازیم، بیرون ما نیز تیره و تار خواهد شد. و اما اگر قلبهای ما را با نور ایمان، عشق، گذشت، فداکاری و امید روشن بسازیم، جهان در نگاه ما به بهشت پر نور مبدل خواهد شد. زندگی باغی است که دستان ما باغبان آن است. هر آنچه را که ما امروز میکاریم فردا خواهیم چید. بذر محبت گلستان از صفا میرویاند، بذر دانایی ثمره شیرینی به بار میآورد و اما بذر کینه و حسادت خارهای میرویاند که بیش از همه پاهای خود ما را میآزارد. پس متوجه باشیم که در زمین زندگی ما چی میکاریم، زیرا زمین زندگی ما هر آنچه را که میکاریم بی کم و کاستی به ما باز میگرداند.